الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان پرچم چین را پس از رسیدن کمک‌های چین می‌بوسد. در گزارش شبکه تلویزیونی جهانی چین، رئیس جمهور صربستان از کمک چین در مبارزه با ویروس کرونا ستایش کرد. الکساندر ووچیچ با تشکر از چین بالای بی‌توجهی اتحادیه اروپا به کشورش انتقاد کرد. این نمونه است از استفاده کرونا برای پروپاگاندا و تبلیغ به مخاطبان خارجی، چیزی که در غرب زنگ خطر را به صدا درآورده. کمک تقریبا ناچیز چین را خیلی بزرگ جلوه دادند، در حالی که در بدل کمک‌های خیلی مهمتر که از اتحادیه اروپا به دست آوردند تشکر هم نکردند. صحنه‌های مشابه در شمار دیگر از پایتخت‌های اروپایی نیز دیده شده، مثل اینجا در هنگری. در یک گزارش اتحادیه اروپا در اول اپریل آمده است که ادعاهای نادرست مبنی بر از همپاشی این اتحادیه در عصر کووید در فضای مجازی دست به دست می شود. محتوایی که در نشرات می‌بینیم خیلی ها بالای ارائه تصویر مثبت از چین متمرکز است. متفاوت‌تر و شدیدتر از آن در توییتر می‌بینیم که هدف آن تحمیل کردن اطلاعات بر مخاطبین است. یکی از موارد این توییت لی جیانژاو سخنگوی وزارت خارجه چین است. گزارش را تبلیغ می‌کند که توسط یک وبسایت کانادایی نشر شده و متمرکز بر تئوری توطئه بی اساس است که گویا ویروس کرونا در یک لابراتوار اسلحه بیولوژیکی ایالات متحده آمریکا تولید شده. این توییت توسط سفیران چین در آفریقای جنوبی، ایران، فرانسه، پاکستان، جرمنی و شمار دیگر از کشورها ریتوییت شده. همین ادعای بی اساس توسط رسانه‌های دولتی روسیه نیز مطرح شده است. باور دارم که این یا کار اداره‌های استخبارات آمریکا و یا هم شرکت‌های فراملیتی آمریکایی است که فقط می‌خواهند پول کمایی کنند، مثل آنچه در شیوع انفلوئنزای مرغی، خوکی و سارس کردند. این گزارش نخست به زبان روسی و به سرعت به زبان‌های عربی و اسپانیایی نشر شد. نمونه دیگر این ویدیوست که رسانه‌های چین آن را نشر کردند و گفتند ایتالیایی‌ها بر رسم تشکری از کمک‌های صحی چین کف می‌زنند. اما یک وبسایت حقیقتیاب ایتالیایی دریافت که در حقیقت ایتالیایی‌ها کارمندان صحی کشور خود را تقدیر می‌کنند. سرود چینایی را که میشنوید بعداً در ویدیو اضافه شده. گزارش‌های مشابه در رسانه‌های خصوصی روسیه نیز نشر شدند. مردم عادی سرود ملی روسیه را نشر می‌کنند، ظاهراً در یک تجمع بزرگ به هدف سپاسگزاری. اما BBC گزارش داد که این موسیقی توسط خشوی یک زن روسی پخش شده که به یک وبسایت طرفدار کرملین به نام دیلی استورم کار می‌کند. اگر کمی به گذشته نگاه کنیم و به استراتژی که کشورهای مستبد مانند روسیه و چین در پیش گرفتند، اینها از اطلاعات می‌ترسند. باور دارند که اطلاعات چیزی است که باید کنترل شود و می‌توان از آن مثل اسلحه برای تغییر اذهان استفاده کرد. چین حالا تلاش‌هایش برای از بین بردن کووید 19 را یک پیروزی می‌پندارد. اما سناتور امریکایی بن ساس این کار را پروپاگاندای بی ارزش دانسته و گفته است که چین شمار مبتلایان و تلفات ناشی از کووید 19 را کم گزارش داده. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اوج شیوع ویروس کرونا با چین کمک کردند. یوسف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است کرونا در جهان جنگ روایت‌ها را دامن زده. جنگ را که موازی با مبارزه علیه این ویروس کشنده ادامه دارد.